ممنونم از شما که پیشنهاد کردید اینو. یکی از بچه‌ها گفته بود سپرایتو با شیر توت فرنگی قاطی کنیم، البته اسپرایت. از جایی که سپرایت شیرینه و اینم به احتمال زیاد باید یه کوچولو شیرین باشه، از خودم تشخیص ور کردم که باید یه خورده آب گازدار قاطیش کنم که یه خورده شیرینی اینو بگیره. اینا از این دوست عزیزم استفاده میکنم. آب گاز و گوزدار، اسپرایت، و این نوشیدنی با کلاس. به به، بوی توت فرنگی با کلاس رو میده. جان من لایک کن. خوب بود ولی یه ترشی توش داشت. احساس میکنم این ترشی مال اسپرایته. وایسا. نه، احساسم اشتباه بود، مال خودشه. خود این یه خورده ترشه. خب اسپرایت شیرینه. اصلا چی گفتی؟ خب خوب بود ولی دوباره نمیخورمش. ولی این او از توش در اومد. اشکال نداره که پیش میاد.